خبری بگم براتون. خب دیروز یه اخباری آمد که اینترنت در افغانستان قطع شده. یه اتفاق قابل تأملی که افتاد این بود که همزمان با خاموشی کامل اینترنت در افغانستان برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام لحظه‌ای قیمت ارز از فعالیت افتادن و دیگه نرخ اعلام نمی‌کردن. این کاملا باید مورد توجه قرار بگیره، اینکه عملاً داره از خارج از کشور خب یک سری سودجویی ها صورت میگیره و یک سری فشارها و تأثیرات روی بازار ما و قیمت ارز گذاشته میشه. حالا که حتی در یک کشور همسایه اینترنت قطع میشه و کانال تلگرامی اونا نمیتونن کار بکنن، ببینید قیمت دلار میمونه. خرید فردایی و اینا رو معمولا اعلام میکردن دیگه، یعنی شبا شما میدیدین 9 شب دلار داره میره بالا، بعد کدوم دلار قیمتش داره میره؟ خرید فردایی، یعنی چیزی که هنوز وجودم نداره فردا قراره معامله بشه و قیمت سازی بود دیگه، یعنی تأثیر گذاشتن رو بازار برای اینکه فردا صبح سر ساعت 11:30 که قیمت‌های بازار در میاد این تأثیر رو بگذاره و قیمت دلار رو ببره بالا. این کاملا داره قابل تأمل میکنه و نگاه‌ها رو به سمت ماهیت و جایگاه واقعی منابع نرخ سازی در فضای مجازی معطوف کرده که منابعی هستند که بدون شفافیت هویتی میتونن با یه اختلال فنی فرامرزی دیگه کاملا راه تنفسشون رو از دست بدن و اثرگذاریشون کاملا قطع بشه و متوقف بشه. آدم این ویدیوها رو میبینه خداوکیلی در عقل از شک میکنه، هر گندگاری که انجام میده او در پای وطندارای ما ختم میکنه. اگه این مردم افغانستان نمیبود شما این گندکاریایتان در پای کی ختم میکنید؟